به نام عشق و دوستی. دوستان اهل علم و فلسفه و شعر، مطلبی رو براتون میگم که امیدوارم با تأمل بهش بنگرید و چنانچه کامنت، پیام دوست داشتید برای دوستان فوروارد، لایک و پست فراموش نشه. طی تحقیق در دانشگاه پرینستون خصایصی رو که به هر ملت نسبت داده میشه از این قراره که من فهرستوار براتون عرض میکنم. امیدوارم اگه مشکل لپی باشه ببخشید به بزرگی خودتون. آلمانی ها میگن دارای روحیه علمی و زحمتکش و کند هستند. ایتالیایی ها هنرمند و در اعمال خود بی اختیار و پرشور هستند. سیاه پوستا خرافی، تنبل و بیخیال و نادان هستند. انگلیسی ها بازیکن ماهر، باهوش، مادی و جاه طلب. چینی ها خرافی، مقرراتی هستند. یهودی ها مکار، پادو و زحمتکشند. آمریکایی ها، دقت کنید، آمریکایی ها زحمتکش، باهوش، حیله‌گر و محافظه‌کار هستند. ژاپنی ها در مقابلشون، ژاپنی ها باهوش، کارکن و طرفدار ترقی هستند. ترک ها اون چیزی که طی تحقیقی گفته بودند، بیره، متدین و دغل. شاعر میگه که این سخنها کی رود در گوش خر، گوش خر بفروش و دگر گوش خر. فلسفه به انسان می آموزه که قوقا و تلاش و فریب حیات همه پوچه، دروغینه و ابله فریب. پایان صحبت ما با یه شعر، یه بیت زیبا از آخر دیوان ناصر خسرو قبادیانی تمام میکنم که با بغض میگه این بیت شعرها. چو عیسی راه ما بر آسمان است، جهان یک سر چراگاه خران است. امیدوارم از گله گوسفندها هرچه زودتر جدا بشید و در لحظه و حال زندگی کنید که همین لحظه و حال هم از لحاظ فلسفه پوچه و بیارزش، ولی ما تنها چیزی که داریم باید استفاده بکنیم. مثل یه قالب پنیره که موش تو قفس افتاده و صرفاً باید اون پنیره رو بخوریم. پنیره برای ما زندگی در لحظه است ولا غیر. شبتون بخیر، دوستتون دارم، میبوسمتون، به امید داشتن روزهای خوب پیش رو. شب بخیر.